من در لندن کار میکنم. اینجا به خاطر شرایط آب و هوایی که وجود داره اغلب اوقات موها فریزی و وزوزی میشه. به خاطر همین موضوع باید اکثر اوقات خانم‌ها تشریف بیارن سالن و موهاشون رو استایل بدین. من در لندن کار میکنم. اینجا به خاطر شرایط آب و هوایی که وجود داره لازمه که موها تو هر 6 ماه یه بار حتما یه تراپی بکنی، مثل بوتاکس یا اولاپلکس تراپی. اینجا اغلب هیردرسرها حقوق ثابت دارن و در برخی موارد بهشون کامیشن هم تعلق میگیره. اینجا اگر برای هایلایت و بلودرای موها از پروداکت‌ها استفاده نکنید، مشتری فکر می‌کنه که به سلامت موهاش توجه نکردی یا خیلی ازت ناراحت میشه. اینجا طیف وسیع از پروداکت‌های مراقبتی مو وجود داره که میتونی ازشون برای سلامت موهاتون استفاده کنی. استفاده از این محصولات اینجا خیلی مهم و ضروریه. اینجا قبل از هرکات کردن مو حتما باید موهای مشتری شسته بشه تا بتونیم خطوط رو خیلی دقیق‌تر بررسی کنیم. ما لندن کار می‌کنیم. اینجا کنار همدیگه دوستانه کار میکنیم و هیچ چیزی به اسم رقابت ناسالم وجود نداره. شما کجا کار میکنین؟ از تجربیاتتون به ما تو کپشن حتما بنویسید.